و در مسئله تبریک کردن، آیا تبریک کردن جایز است یا جایز نیست؟ البته تبریک کردن در روز عید بعد از دیدنی یعنی بگیم ماهتاب همدیگر رو تبریک کردن جایز است و در روز عید و بعد از نماز عید جایز است. لیکن روایتی که از سلف آمده است اونها میگفتند که بعد از نماز عید تقبل الله منا و منکم، الله از ما و شما عبادتی کردهمان را قبول بکند. یا که در جای دیگر میگفتند و احال علیک و همچنین دعا میکردند. تهنیه تبریکشون همچنین بود. عید مبارک، پیش از نماز عید یک روز دو روز پیش عید تبریک کردن اینها بدعت، یعنی پیش از نماز عید دو سه روز تبریک کردن و شروع کردن این بدعت است، در سلف صالح نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله نمیکردند. در روز عید بعد از نماز عید تبریک میکردند یا پیش از نماز عید در بعضی روایت‌ها. و این روایت شده است از طائفه از صحابگان رضی الله عنهم که هم دیگر رو بعد از نماز عید تبریک میکردند. خیلی که ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری مجله دوم 517 صفحه روایت میکنند به اسناد حسن از جبیر بن نفیر که میگوید کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا و منك. صحابگان در روز عید وقتی که به هم دیگر وا میخوردند و روبرو میشدند بعضشون به بعضشون میگفتند که الله این عبادت های ما و شما را از هم یعنی از ما و از شما قبول بکند. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی مهمی که در باب عید است. و در روز عید غسل بکنید و در روز عید فطر پیش از به عید فطر رفتن طعام بخورید. سنت همین است که پیش از به نماز عید رفتن اول طعام بخورید، دو سه از خرمای خشک بخورید و بعد از این براه برید و از خونه‌تون تا وقتی تا اون مکانی که میرید در همون وقت تکبیر بگویید. البته صیغه تکبیر از عبدالله ابن مسعود روایت شده است که الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد گفتند و سنت این است که با آواز بلندتر بگویید. البته جماعی نگویید لیکن با آواز بلند بگویید همه روید. و در بازگشتن به همون راهی که رفتید به همون راه باز نگردید، به دیگر راه باز گردید. اینم سنت است. و البته این سنت های آداب و اخلاق عید که ما این مسائل رو هم اشرا در حلقه های درسی به شما بیان کرده هستیم.